یه ماینر به تنهایی نمیتونه ارز دیجیتال استخراج کنه، باید بره توی استخر. این ویدیو رو تا آخر ببین تا بدونی که استخراج ماینر به چه شکله. توی پستای قبلی گفتم ماینرها معادلات پیچیده رو حل میکنن و بابتش ارز دیجیتال پاداش میگیرن. اگر ندیدی حتما برو ببین. حالا این معادلات هرچه زمان میگذره پیچیده تر میشن و ماینر شما به تنهایی نمیتونه انجام بده. خب پس با کمک چند تا ماینر دیگه این معادلات رو حل میکنن و پاداش بینشون تقسیم میشه. واسه اینکه با هم کار کنن باید یه جا جمع شن که به اونجا به اصطلاح میگن استخر. پس استخر شبکه‌ایه که ماینرها با کمک همدیگه معادلات رو حل میکنن و پاداش دریافت میکنن. حالا کیف پول دیجیتالی شما به همین استخر وصله و هر چند وقت یه بار که ماینر یا ماینراتون مقداری استخراج کردن، استخر وظیفه داره که درآمد شما رو به کیف پولتون منتقل کنه. اگه این ویدیو براتون مفید بود لایک کنید تا آموزش وصل کردن ماینرتون و کیف پولتون به استخر رو براتون پست کنم.